هم إخوة سكنوا الفؤاد وبلسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان گرامی قدر، درس امروزه ما یکی از دیگر شروط کلمه توحید است. شرط هشتم الکفر بالطاغوت، کفر کردن به طاغوت. هر کسی که کلمه توحید را میگه برای او لازم است که کفر به طاغوت داشته باشه. کسی در وجودش کفر به طاغوت نداره او شخصیت نمیتونه مسلمان باشه، ولو اگرچه نماز بخونه، روزه بگیره، حج کنه، زکات بده، هجرت کنه، جهاد کنه، فایدهش نمیکنه. اولا ولی ما فهمیم طاغوت که میگه. طاغوت در لغت از طغیان گرفته شده. طغیان هم لفظ طغیان هم در زبان فارسی استفاده میشه، اما چیزی که آشکارتر است سرکش گفته میشه. طاغوت کسی که تجاوز میکنه حد را، او را چی میگن؟ طاغوت یا طغیانگر. و تعریفی که علما کردن این است که الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت با آنچه گفته می شود که یک شخصیت تجاوز کنه حد شرعی را، حدی که شریعت گذاشته را تجاوز کنه، خودش معبود قرار بده، یا اون را دیگر کسا عبادت کنن از سنگ و درخت و قبر. اگر از انسان ها باشه شرط رضایت ضرورت است. هر کسی که عبادت می شود و او راضی باشه، این معنا داره که او دعوا داره که من معبود هستم و او طاغوت است. یا کسی که به طرف خودش مردم را فریاد میکنه که مردم میره عبادت کنن، او دعوا داره که من معبود هستم. از این لحاظ او کی است؟ او طاغوت است. او متبوع، یا یک شخصیت میخواهد که مردم او را پیروی کنن در معصیت مثل جادوگرها و فالبینها و ملاهای سو و ملاهای درباری. او مطاع، یا آن کسی که میخواه حرام الله را حلال کنه و حلال الله را حرام کنه و مردم او را اطاعت کنن، تحلیل و تحریم در اختیارش باشه. یک شخصیت میشه طاغوت. از خلاصه تعریف فهمیدیم که طاغوت کسی هست که حکم میکنه به غیر قرآن و سنت. طاغوت کسی هست که به غیر قرآن و سنت حکم میکنه. هر قومی که به غیر قرآن و سنت حکم کنه او طاغوت است. هر قومی که عبادت شوه، هر کسی که عبادت شوه به غیر از الله او طاغوت است. در حق انسان یکی رضایت ضرورت است. یعنی انسان اگر دعوا کنه که من عبادت کنه، او رضایت چه او طاغوت میشه. اما اگر مردم عبادتش کنن، اگر راضی باشه در عبادت مردم، او چی میشه؟ طاغوت میشه. پس طاغوت ها کسایی هستند که مردم را از عبادت الله به طرف عبادت خودشان میخوانند، از اتباع و اطاعت الله و رسول به طرف اتباع و اطاعت خودشان فرود میکنند. گفتم کفر به طاغوت شرط از قبول شدن کلمه توحید است، چنانه که آیت قرآن دلالت میکنه. سوره بقره آیه 256 الله متعال میفرماید که نستعیذ بالله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله در این آیه قرآن فرمود که هر کسی که کفر به طاغوت میکنه و سپس ایمان میاره به الله، پس به تحقیق چنگ زدگی است به عروة الوثقى، یعنی به توحید چنگ زدگی است. به چیز چنگ زدگی است که کننده نیست، لا انفصام لها، جدایی نیست. با چیز چنگ زدگی است که جدایی نیست، نمیکنه. والله سمیع علیم، الله شنوا و دانا است. آیت قرآن نگاه کنید. فمن یکفر بالطاغوت، کسی کفر با طاغوت میکنه. اولین شرطی که الله گذاشته است کفر با طاغوت میکنه. یعنی چی کسی گفته میشه که با توحید چنگ زدگی است؟ کسی کفر با طاغوت میکنه و یؤمن بالله و به الله ایمان میاره، بعد برای او گفته میشه که با توحید چنگ زدگی است. نگاه کنید. فمن یکفر بالطاغوت، این چه معنا را میتیه؟ کسی کفر با طاغوت میکنه، معنای کلمه توحید را لا اله نیست معبودی بالحق. کفر با طاغوت یعنی باطل دانستن تمام آن چیزهایی که عبادت میشه غیر از الله.
و یؤمن بالله معنای الا الله را میتیه، یعنی ایمان آوردن به الله و این معنی که تمام عبادت ها را برای الله دانستن. از این آیت قرآن برای ما و شما معلوم شد که کفر با طاغوت شرط از قبول شدن چه است؟ کلمه توحید است. هر کسی کفر با طاغوت نمیکنه ایمان او قبول نیست. هر کسی ایمان میاره کفر با طاغوت میکنه، کفر با طاغوت نمیکنه، ایمان او قبول نیست، مومن نمیشه. لازم است که اول کفر با طاغوت کنی، تمام اون چیزایی که عبادت میشه غیر از الله تمام اونها را باطل بدانی و سپس ایمان بیاری به الله، تمام عبادت ها را برای الله انجام بدی. پس او وقت تو چنگ زدگی هستی با توحید. بر چیز چنگ زدگی هستی که کننده نیست، یعنی بعد وقت موحد قرار میگیری و الا بدون این نمیتونه انسان موحد قرار بگیره. تمام طاغوت ها یک از باید ما کفر کنیم به این طاغوت ها که سران طاغوت را ان شاء الله تعالی در درس آینده بیان میکنیم. لازم است برای ما کفر با طاغوت تا که کلمه برای ما فایده بده و ما مؤمن و مسلمان باشیم. اون کسانی که کفر با طاغوت ندارن اصلا مسلمان نیستن. اون کسانی که کفر با طاغوت ندارن برای اونها مسلمان گفته نمیشه. نگاه کنید آیت قرآن که فمن یکفر بالطاغوت، کسی کفر با طاغوت میکنه و یؤمن بالله و با الله ایمان میاره. کفر با طاغوت، ایمان با الله، هر دش که در وجودت پیدا شد فقط استمسک بالعروة الوثقی، بعد تو با توحید چنگ زدگی هستی، بعد تو موحد شدگی هستی. و الا بدون کفر با طاغوت و ایمان با الله انسان نمیتونه در داخل مسلمان باشه یا مؤمن باشه. نگاه میکنیم ایده از شخصیت هست که پیش قبرها میروه، از قبرها شفا میطلبن. قبره که عبادت میشه طاغوت است، یا پیش درختهایی که در او بندک میبندن یا دیگه چیزها، اونا چی هستن؟ طاغوت هستن. یا یکی حکم را به طرف غیر از الله میبرن. سودیا است به طرف دموکرات حکم میبره، اونها سودیا ها، دپوتات ها، پرزیدنت، اینا همه چی هستن؟ طاغوت هستن. باید ما با اونها کفر داشته باشیم. و صفت کفر با طاغوت چه است؟ ان شاء الله تعالی در درس که بعد از بیان سران طاغوت است در او ان شاء الله تعالی بیان خواهیم کرد. لازم است برای هر یک مسلمان که کفر به این طاغوت داشته باشه، به این طاغوت ها، و سپس ایمان داشته باشه با الله، پس او صاحب توحید می شود. و الا مشکل است که صاحب توحید شود. فباذن الله ان شاء الله تعالی از الله امیدوارم که الله برای ما در این نسبت فهمش کامل داده باشه و در آینده هم فهمش ما بوده که کلمه توحید را فهمیم و شروط های کلمه توحید را فهمیم و معنای کلمه توحید را و معنای شروط های کلمه توحید را فهمیم تا اینکه ما کلمه توحید را رعایت کنیم. پس لازم است برای هر یک ما که کفر با طاغوت داشته باشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.